الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين. اما بعد، برادر از ما سوال کردند که نشیدهایی که موسیقی دارد کم است یا زیاد، یا نشیدهایی که صدایش مثل موسیقی هست گوش کردنش آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. ما در مسئله حرام بودن موسیقی و حرام بودن استفاده بردن آلت‌های طرب و موسیقی و گوش کردن آن از دلیل را از قرآن و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر نمودیم و از اقوال صحابه و از سخنهای چهار مذهب و از علمای امت اسلام ذکر کردیم که موسیقی حرام است و این مسئله را تقریبا در 40 دقیقه بیان نمودیم و در گروه سوال و جواب هست و کسی خواست میتواند که در اینجا ببیند و پیدا بکند. و مختصرا میگویم که هر نشیدی که موسیقی دارد گوش کردنش حرام است و این نشید فرق ندارد که در وصف رسول الله است یا در وصف الله است یا در وصف مکه و مدینه است. چیزی باشد هم از سبب آمیخته کردن موسیقی گوش کردنش حرام است. و البته آمیخته کردن وصف الله با نشید، یعنی وصف نشیدهایی که وصف الله دارد با موسیقی، وصف رسول الله با موسیقی، وصف مکه و مدینه با موسیقی، این هم یک کاری حرام است و این خواندن با موسیقی این گناه کبیره است. گوش کردنش هم گناه کبیره است و با موسیقی خواندن نشید هم این گناه کبیره است. انسان باید توبه بکند و از این دست بکشد. و اما امروز اهل بدعت به مانند این صوفی هایی که نشید میخوانند با موسیقی، به اینها فریفته نشوید. اینها یک مجنون هستند که به موسیقی رقص میکنند، موسیقی مینوازند. یک میبینید که ملا هستند، یک میبینید که رقاصه و یک میبینید که اینها چی هستند؟ موسیقی نواز هستند. و البته دین اسلام بری هست از اینها و پاک است و اینها به اسلام هیچ در این مسائل ربطی ندارند.